السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با سلام خدمت شما برادران رسال حق. شیعه هدایت شده هستم از ایران، شهرستان قائمشهر. حجت هستم. از برنامه خوبتان کمال تشکر را دارم و امیدوارم که همیشه پیروز سربلند باشید. از آنجایی که هدایت شدم ولی مشکل وضو گرفتن و نماز خواندن را متاسفانه بلد نیستم. در صورت امکان کتاب صحیح جناب مسلم و کتاب صحیح جناب بخاری، کتاب جناب حضرت علی نهج البلاغه و کتاب قرآن را از شما خواستارم. در صورت امکان با تشکر فراوان از رسال حق. حجت هستم از قائمشهر. پیروز سربلند باشید. خدا نگهدار. الله حافظتان.